بریم یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین نونهای محلی گیلان، نون خلفه یا نون کشتا که با تخم مرغ آبپز و در قدیم با ماهی گرده‌بیج می‌خوردن رو درست کنیم. کدو رو شسته به قطعات با پوست خرد کنید، داخل قابلمه بچینید، روی حرارت بذاریم با یک استکان آب، نه بیشتر چون خود کدو آب میندازه. درش رو بذاریم با حرارت بالا، اجازه بدیم به این صورت بخار کنه، حرارت رو کمی بیاریم پایین و اجازه بدین که بپزه. در رو بردارین دیگه نذارین و با حرارت بالا اجازه بدین که تا آبش کاملا جمع بشه و به این صورت حبابدار بشه. حرارت رو خاموش کنیم. ما به 2 لیوان از این کدو احتیاج داریم که از پوست جدا میکنیم با پودر تخم خلفه یا همون تخم شنبلیله و نمک و به مراتب آرد برنج و آرد گندم رو اضافه کنین و مخلوط کنین و بعد ورز بدین. مقدار آرد بستگی به آبدار بودن کدوتون داره، چون ممکنه از مقداری که من گفتم بیشتر یا کمتر آرد احتیاج داشته باشه، پس با احتیاط آرد اضافه کنید. شکر اضافه نکنید و آرد برنج اضافی هم اضافه نکنید چون نونتون رو خوش میکنه. حالا دستکش رو از دست جدا میکنیم تا کاملا لمس کنیم خمیر رو. یه خمیر لطیفی باید داشته باشیم که کمی به دست بچسبه. حالا دستتون رو بشورین تمیز چک کنین که خمیر لطیفی باشه، کمی به دست بچسبه، چون بعد از استراحت آرد برنج باز میشه. تو ظرفی یا نایلونی میذارین داخل یخچال یا فریزر، به مدت 12 ساعت یا بیشتر استراحت میدین. حالا از خمیر به اندازه نارنگی جدا کنین، روی سطح کارتون رو کاملا آرد پاشی کنین و از یک جهت به این صورت بچرخونین خمیر رو و با وردنه باز کنین. اگه دیدین به سطح کار میچسبه بازم زیرش رو آرد پاشی کنین تا یه خمیر نازکی داشته به این صورت میتکنین تا آرد اضافهش گرفته بشه. به این صورت که باز میکنین خمیر پفدارتری خواهید داشت و از طرفی که آرد داره خمیر روی گمج قرار میدین، گمجی که کاملا داغ شده. یک طرفش که پخت برمیگردونید طرف دیگه شو. عزیزان با لایک، کامنت، سابسکرایب، فالو کردن و زدن زنگوله کانال رو خودتون رو حمایت کنین تا آموزش های دیگه هم داشته باشین. طرف دیگهش که پخت کنار دستتون روی شعله آبکش یا یک پایه بلند قرار بدین و نون رو روش قرار بدین تا کاملا به این صورت پف بکنه و آماده بشه. بعد از آماده شدن لای حوله تمیز یا پارچه قرار بدین تا نوناتون خشک نشه. حتما این نون خوشمزه رو امتحان کنید. نوش جان. سوالی هم بود داخل کامنت بنویسین، من جوابگو هستم.